اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله والصلاة والسلام علی رسول الله و علی آله و اصحابه و من والاه. اما بعد، السلام علیکم و رحمت الله تعالی و برکاته. خداوند تبارک و تعالی را بسیار سپاسگزاریم و تشکر میکنیم، چون شکر نیاز ماست و اون چیزی که نیاز ماست بحثی که دنبال میکردیم بحث الگویی از الگوهای حسنه هست و چیزی که جامعه اسلامی به اون نیاز داره پرورش نیروی انسانی که بتواند قدوه و اسوه و الگوی حسنه باشد، خصوصا در زمان ما، در زمان معاصر که الگوهای حسنه و قدوه حسنه کم شدن، کمیاب شدن، نادر شدن. در نتیجه سرمایه ها به هدر می روند. اونقدر دختر و پسر جوان در عالم اسلامی یافت می شود که در جستجوی الگوی حسنه هستند، اما متاسفانه کمیابند، نمی بینند. نیروی داوطلب، دین طلب، خدا طلب، خوب، علاقمند، نمونه بارزش همین مسجد خودمونه، در حد خودمون. الان نماز تراویح، نماز تهجد 5-6 صفحه، یعنی 350 تا 400 تا جوان در نماز تهجد، خواهر و برادر، فقط در این مسجد هستن، در مساجد دیگه هم هستن. این چیزی که خودمون داریم میبینیم. همه در پی الگو هستن، همه در پی قدوه حسنه هستن، همه در پی کسانی هستن که بتوانن به اونها اقتدا بکنن، به اونها اعتماد بکنن. از خداوند این توفیق رو بطلبیم که ما و شما را پیشوای متقیان قرار بدهد. و جعلنا للمتقین اماما، یکی از دعاهای عباد الرحمن در آخر سوره فرقان و جعلنا للمتقین اماما است. ما را پیشوای متقیان قرار بده. عناوین رو در باره این الگو در جلسه قبل مطرح کردیم. این الگو اولین بانویی است که لقب ام المؤمنین گرفت. اولین بانویی است که لقب ام المؤمنین گرفت و اون کسی جز ام المؤمنین خدیجه نیست، بنت خویلد رضی الله عنها. این زن بزرگ که قبول کرد مرد بزرگ را در دامان خودش تربیت بدهد، تکفل کرد. جوانی پیامبر صلی الله علیه و سلم قبل از بعثت و بعد از بعثت تا اونجایی که خداوند بهش توفیق عنایت کرده بود و نیاز بود. رسیدیم به این عنوان، ازدواج نمونه. خدیجه در جاهلیت قبل از اسلام، خدیجه تاجر و سرمایه‌دار، خدیجه‌ای که شریک تجارت بود، همون خدیجه شریک زندگی شد و این ازدواج صورت گرفت و این ازدواج مثالی یا ازدواج نمونه بود. محمد کسی نبود که
از میان دختران جوان دارای موقعیت، باکره، جذاب برایش یافت نشود. محمد با اون شخصیت منحصر به فردی که داشت در جامعه قریش و در جزیره العرب، در جوانیش هر دختر جوان کم سن و سال باکره‌ای علاقمند و خواستار ازدواج با این جوانی که قبل از بعثتش درخشید با 5 تا صفت و ویژگی منحصر به فرد. به شهادت خود کفار قریش، بزرگ و کوچک جامعه قریش و جزیره العرب، محمد امین این القابی است که قبل از بعثت بهش دادن، قبل از نبوت بهش دادن. محمد طاهر، محمد صادق، محمد حکیم و محمد رحیم. این 5 تا ویژگی که امروز هر رهبر سیاسی و مذهبی و اجتماعی و اقتصادی دارا باشد جهانی می شود و مسیر تاریخ رو عوض می کند. یک جوان 25 ساله در اون جامعه جاهلیت 5 تا صفت، هر صفت کاملتر و بهتر و بزرگتر از صفت قبلی. محمد امین، امانتش به تمام معانی این کلمه‌ای که تعبیر از امانتداری دارد. محمد امین، محمد طاهر، در اون جامعه آلوده طهارت حفظ کردن خیلی هنر می‌خواهد. محمد صادق، از صادق المصدوق، به شهادت و گواهی قریش که گفتن ما جربنا علیک کذبا قط، ما در طول زندگی تو با ما هیچ دروغی را نه کوچک نه بزرگ بر تو ثبت نکردیم. خیلی حرفا. محمد حکیم، کسی که رجاحت عقل داشت، در جوانی عقلش کامل بود، رشید بود. و محمد رحیم، مهربان، خیرخواه، با عاطفه، با شفقت، کسی که در حلف فضول شرکت کرد. عهدنامه‌ای که در جاهلیت قبل از بعثت در جزیره العرب نوشته شد و با هم پیمان شدن برای نصرت مظلوم، و یکی از شرکت کنندگان همین محمد رحیم جوان مرد قبل از بعثت بود. پس اینطوری نبود که دختر جوان جذاب اصل و نسبداری در قریش خواستار این جوان نباشد که برود و تن به ازدواج با زنی بدهد که 40 سال سن دارد، 15 سال تفاوت سنی، و 2 بارم قبل از این ازدواج شوهر گرفته باشد و 3 تا هم بچه داشته باشد. اگر بر بگردیم به خدیجه دوباره در یک نگاه، این محمد بود. پس سر این ازدواج بعد مشخص می شود چطوری تن به این ازدواج داده. اما خدیجه از نظر نسب حرفی نداشت، کاملترین نسب داشت. از نظر جمال، از نظر موقعیت اجتماعی، از نظر طهارت و پاکی، از نظر شرف
از نظر مال، از نظر درایت، بینش و فکر، از هر نظر یک زن کامل پخته، صاحب منصب و صاحب جمال و صاحب مال و یک مدیر به تمام معنا که قافله تجاریش خدا میداند چقدر وسیع و گسترده بود و چطوری اینها رو تدبیر میکرد یک زن. و کل بزرگان و اشراف و سرمایه‌داران و متنفذین قریش و جزیره العرب خواستگارش بودن. چطوری این خدیجه تن به ازدواج یک جوان کم سن سال فقیر یتیم میدهد؟ زندگی هر دوتا که بررسی بکنیم مملو از عجایبه، اما خدیجه خیلی کاملتر از این مسائل فکر میکرد. چیزهایی در این جوان دیده بود که ذره‌ای یا گوشی از یکی از اون سرمایه هایی که محمد داشت معادل کل موقعیت های متنوع و متعدد خدیجه در مکه بود. کل اموال خدیجه و موقعیت اجتماعی خدیجه و موقعیت نسبی خدیجه و اعتباری و حیثیتی خدیجه در جزیره العرب و قریش گوشی از امانت محمد رو جواب نمیداد. سرمایه هایی در این جوان دید خدیجه با تیزبینیش که در دیگر بزرگان ندید. وقتی خوب دقت کرد که همه بزرگان قریش خدیجه تاجر را میخواهند، نه خدیجه انسان. مال خدیجه را میخواهند، نه شخص خدیجه. خدیجه انسان را نمیخواهند. تشخیص داد، وگرنه جواب مثبت به همه بزرگان میداد، به اولیش جواب میداد و اونها را رد نمیکرد. اما در این جوان یک چیزی دیگر دیده بود. خدیجه همه را رد کرد، جواب مثبت به محمد داد صلی الله علیه و سلم. این ازدواج صورت گرفت. خدیجه با انتخاب این جوان جاودانگی را برای خودش نوشت. خدیجه اگر زن هر کدوم از بزرگان قریش میشد این جاودانگی رو نداشت، این ماندگاری رو نداشت. چقدر این زن دوراندیش و حکیم بوده و با درایت بوده. آثار کمال را و آینده درخشان را در حرکات کامل این جوان قبل از به کمال رسیدنش مشاهده میکرد. بعضی از انسانها همینطوری که روی زمین میچرخند، بعضی از کودکا و نوجوانا و جوانا حرکاتشان غیر طبیعی است. اونهایی که اهل تشخیصن میگویند اینها آینده بزرگ و درخشانی دارند و همطورم خواهد شد. در طول جوانیش به هیچ دختری در حرام اعتنایی نکرد، لب به یک قطره شراب نزد، هیچ اعتنایی به این همه بتی که در کعبه و پیرامون کعبه و در خانه ها بود نکرد. حتی در تصوراتش هم هیچ موقع نیت سو راه نداد. بدبینی و غدر و خیانت و تکبر و حسادت در خودش راه نداد. اینا همش قبل از بعثته. کدوم زنی در تاریخ
این افتخار نصیب شده که اولین لقب ام المؤمنین را بگیرد. اونم چه شخصیتی، ستوده شده در دو دنیا، در زمین و آسمان، در ارض و سما، در ملأ اعلی. آن محمد که احمدش خوانند، نور چشم دو عالمش خوانند. خدیجه تاریخ را از وسیع ترین درش وارد شد. وسیع ترین در تاریخ و دروازه تاریخ نبوت محمد صلی الله علیه و سلم هست که اولین کسی که از این در وارد شد خدیجه بود. از چه دروازه وسیعی وارد شد. تاریخ دری به وسعت در نبوت محمد صلی الله علیه و سلم ندارد. اون در وقتی باز شد، بعد از خودش اولین وارد و اولین داخل به این در خدیجه ام المؤمنین بنت خویلد بود. کجاست مال؟ خیلی ها مال داشتن. تاریخ و اهل تاریخ مالدارا رو نفرین میکنن. خیلی ها مقام داشتن، منزلت داشتن، موقعیت داشتن. اهل تاریخ در زمان خودشون و بعد از زمانشون تا قیام قیامت اونها رو نفرین میکنن. ام المؤمنین خدیجه رضی الله عنها. چه کسی اولاتر از خدیجه به محمد و چه کسی اولاتر از محمد به خدیجه؟ در اون موقعیت حساس، مثل این که خداوند هر دوتا را برای هم ساخته بود که این دو رو در کنار هم. خواهرها توجه داشته باشند که یک زن اگر عاقل و کامل و با فهم و با شعور و با درایت باشد، چطوری سرنوشت تاریخ رو عوض میکنند. یعنی زنهای ما خوبه که آدامس به جوان و تخمه بشکنن و دم در بنشینن و نمیدونن وقتشون رو چطوری بگذرونن و معیار برای انتخاب همسر چه معیارهای پوچ و بی محتوا. پریشب هم گفتیم که اگر محمد صلی الله علیه و سلم اون 5 تا صفت رو دارا بود، به خدیجه هم در جاهلیت لقب خدیجه الطاهره داده بودن. معروف بود به خدیجه الطاهره و معروف بود به بیبی زنهای قریش. یک زن آزاد، مستقل، مطلع. این خدیجه طاهره شد نصیب محمد امین. خداوند چه زیبا در سوره نور می‌فرمایند و طیبات للطیبین و طیبون للطیبات. مردان پاک برای زنهای پاک و زنهای پاک برای مردان پاک. این ازدواج موفقی بود، چون خدیجه به خواستگاری شخص محمد نرفته بود. خدیجه به خواستگاری امانت و صداقت و طهارت و حکمت و رحمت رفته بود. میخواست این 5 تا سرمایه از آن خودش بکنه.
و محمد هم همچنین. در طول ازدواجشون هیچ موقع آسمان ازدواجشان و فضای ازدواجشان ابری نشد، مملو از صفا، صمیمیت، محبت، احترام. در طول ازدواجشان نه اون زن غنی و سرمایه‌دار با اون موقعیتش دچار فتنه شد در حق شوهرش و نه اون مرد جوان با جوانیش در حق اون همسری که 40 سال سن داشت و چیزی نمونده بود که موی سرش سفید بشود و سال خورده شده بود، جوانی خود را به رکوع بکشد و احساس غرور بکند. هر دو کامل بودند و کمال آفریدند. خدیجه اولین زنی بود که رسول الله صلی الله علیه وسلم با اون ازدواج کرد و تا زمانی که خدیجه در حیات بود ازدواج مجددی انجام نداد. تمامی اولاد رسول الله صلی الله علیه وسلم از ام المؤمنین خدیجه بود، بجز ابراهیم که از ماری قبطی مصر که توسط مقوقس مصری اهدا شده بود و رسول الله صلی الله علیه وسلم. دو فرزند از خدیجه، دو فرزند پسر از خدیجه داشت. یکی به اسم قاسم که کنیه پیامبر به اسم قاسم بود، ابوالقاسم، و دومی هم عبدالله که ملقب به الطیب و الطاهر بود. دومین پسر رسول الله صلی الله علیه وسلم از خدیجه عبدالله ملقب به الطیب و الطاهر بود. دو تا لقب داشت و هر دوتا در قبل از بعثت فوت کردن، هر دو فرزند پسرش. اما از دختران رقیه، زینب، ام کلثوم و فاطمه، 4 دختر به اضافه ابراهیم، و این 4 دختر همه اسلامو درک کردن، اسلام آوردن، هجرت کردن. و با سربلندی زندگی کردن. این بود دوایی ازدواج و این بود ثمره و نتیجه این ازدواج مثالی و نمونه و سعید و خوشبخت. اما خدیجه مؤمنه در تاریخ اگر که بنگریم 3 زن به کمال رسیدن و هر کدوم از این 3 زن به نحوی در ارتباط با یکی از پیامبران اولوالعزم بودند. پیامبر صلی الله علیه وسلم می‌فرمایند از مردان خیلی به کمال رسیدن، اما از زنان فقط 3 زن به کمال رسیده. یک، آسیه همسر فرعون، حامی موسی. آسیه همسر رامسیس دوم، حامی موسی کریم الله در بچگی. چیزی نمانده بود که موسی وقتی از آب گرفته شد به قتل برسد. این زن گفت لا تقتلوه،
عسى ان ینفعنا، شاید به ما نفعی برساند. بچه تو صندوق از آب گرفته شده، گفتن شاید همین باشه که سرنوشت فرعون رو منقلب بکنه. همین بچه همه نوزادان پسر بنی اسرائیل را به قتل میرساندن، چون خواب دیده بودن که مملکت فرعون برچیده می شود توسط نوزاد پسری در قوم بنی اسرائیل. در نتیجه جواسیسی رو گمارده بودن. هر زن بارداری در ماه‌های آخر بارداریش وقتی که زایمان میکرد اگر پسر بود در جاچه به قتل میرساندن. اما خداوند اینطوری موسی را نجات داد، در صندوقی گذاشت مادرش، آب برد اونو تا تو قصر فرعون. وقتی از آب گرفتن که یک پسر هست تو صندوق، فهمیدن که از بنی اسرائیله، ولی خداوند محبت این پسر رو تو دل آسیه انداخت. چیزی نمونده بود که موسی به قتل برسد. گفتن همینه. گفت نه، لا تقتلوا، اونو نکشید، عسى ان ینفعنا، شاید به ما نفعی برساند، او نتخذه ولدا. و اینجا بود که آسیه پذیرفت که به موسی قبل از نبوتش محبت بکند، از موسی حمایت بکند، تا اینکه موسی به سن رشد رسید، تا اینکه موسی نبی شد و مرسل شد. و آسیه پشت کرد به فرعون و همه مسائل فرعون و رو آورد به موسی و خدای موسی و اینطوری دعا کرد آسیه: رب ابن لی عندك بیتا فی الجنه و نجنی من فرعون و عمله و نجنی من القوم الظالمین. پروردگارا قصری و خانه‌ای در بهشت نزد خودت برای من بنا کن که من از قصر فرعون بیزارم و متنفرم و از قوم ظالم حتی اگر شوهرم باشد متنفرم. من بر دین حبیب تو داخل شدم، من بر دین موسی هستم که از جانب تو نازل شده. قبل از بعثتش اینطوری از او حمایت کرد و بعد از بعثتش هم اولین کسی بود در اون ناز و نعمت با اون همه اقتدار. از فرعون دیگه قوی‌تر و بالاتر در روی زمین نبود. و آسیه بر دین همون کسی که در دامانش رشد کرد و نجات پیدا کرد. آخرم موسی سبب نجات آسیه شد. اول آسیه به امر خدا موسی رو نجات داد و بعد موسی به امر خدا با نبوتش و هدایتش آسیه رو نجات داد. وقتی ایمان در قلب آسیه قرار گرفته و فرعون فهمید که آسیه همسرش بر دین موسی است، او را دستور دادن شکنجه بدهند. هر وقتی که شکنجه میکردن این دعا را میخوان: رب ابن لی عندك بیتا فی الجنه و نجنی من فرعون و عمله و نجنی من القوم الظالمین. هدایت کار به این ندارد که این دختر شیخ، این دختر ملاست، این دختر فقیره، این پسر فقیره، این سرمایه داره، این خوشتیپه، این موقعیت داره، این نداره. هدایت دست خداست و بستگی به نیت پدر و مادر دارد که چقدر دعا بکند و چقدر تلاش بکند. و نظر خدا وقتی بر کسی قرار میگیرد کسی نمیتواند اون را بر بگرداند. اللهم لا معطی لما منعت ولا مانع لما اعطیت ولا معطی لما منعت. اما مریم بنت عمران، مادر عیسی، اون زنی که نذر گرفته بودن اگر اولاد پسری بهشون داد خداوند اون را در معبد قرار بدهند که در خدمت عباد الله باشند، خداوندش دختر داد و از اون دختر یکی دیگر از پیامبران اولوالعزم داد، عیسی روح الله. عیسی عجایب بوده. یکی از سه کودکی بوده که در گهواره سخن گفته و جریانش مفصل است.
عیسی مرد مبارکی بوده که به نص قرآن و جعلنی مبارکا اینما کنت، خدا منو مبارک قرار داده هر جا که قدم بگذارم روی زمین. اوصانی به صلات و خداوند منو توصیه کرده به نماز و زکات و تا زمانی که زنده هستم. و جریان به دار آویختن حضرت عیسی و ابتلا و امتحانی که حضرت عیسی شد، اون مریم صبور که شاید سخت‌ترین مسائل رو در حق عیسی تحمل کرد. یا مریم ما کان ابوک امرأ سوء و ما کانت امک بغیا، این بچه بدون پدر از کجا آوردی؟ به ما بگو پدرش کیه؟ پدر تو که مرد گناهکار و آلوده و فاسدی نبود، مادر تو هم که اهل خلاف نبود، این از کجا آمده؟ تو بغلشه. خداوند بهش وحی کرد که با اونها صحبت نکن، فقط اشاره بکن به اون کسی که تو بغلته، خودش فیصله میکنه. فاشارت الی، با انگشتش اینطوری کرد، با اون صحبت کنید. قالوا کیف نکلم من کان فی المهد صبیا، چطوری با کسی که تو گهواره است ما صحبت بکنیم؟ چطوری جواب میده؟ بعد از اینکه این سوال رو مطرح کردن، عیسی در دامان مادرش به صدا در آمد، قال انی عبد الله. اولین کلمه‌ای که عیسی در آغوش مادر گفت انی عبد الله، من بنده خدا هستم. این کلمه میدونی چقدر معنی داره؟ انی عبد الله. ما این بدبختی که به سرمون میاد به خاطر که تو این جمله و این کلمه مشکل داریم. بعضی موقع عبدالله میشیم، بعضی موقع عبدالدرهم میشیم، بعضی موقع عبدالدینار میشیم، بعضی موقع عبدالمدرک میشیم. اصطلاح زنجلیل که تو ایران دیگه به اوج رسیده، فلانی زنجلیله. کاش که تعبیر زنجلیل به معنی این بود که خدمت زنش میکرده، احترام به زنش قائل بوده، در خدمت اهلش بوده، ولی معنی زنجلیل بالاتر از اینه. به اون کسی که خدمت اهلش میکنه که زنجلیل نمیگن، اون انسان کریمه که حق رو ادا میکنه. پیامبرم صلی الله علیه و سلم در خدمت همسرش بوده، در خدمت همسرانش بوده. زنجلیل به کسی میگن که زن را بپرستد، آمر و ناهیش زنش باشد و اون زن او رو از مسیر عبدالله بودن خارج کند و از راه آخرت او را به در کند. این بود عیسی و اون بود مریم، دومین زنی که به کمال رسید. چه مراحل سختی مریم گذراند تا این بچه رو بزرگ کرد و چه توطئه و نیرنگی که بنی اسرائیل به کار نگرفتن تا مریم و فرزندش را نابود کنند. و کار عیسی به اوج رسید، در دامان همین زن تربیت شد و جزو اولوالعزم من الرسل شد. و بنی اسرائیل و یهود ادعا کردند که عیسی را کشتند و به دار کشیدند و خدا تو دهنی رو اونها زد و ما قتلوه یقینا، او را نکشتند ولکن شبه لهم، بلکه شبهی بود که بر اون القا شده بود. بر رفعه الله الیه، خداوند عیسی را انی متوفیک و رافعک الیه، خداوند عیسی را قبض روح کرده به آسمان بلند کرده و نتونستن که او را به قتل برسانن و به دار بکشن.
این صلیبی که بر گردن خیلی از جوانای مسلمان هست امروز، صلیب طلایی بر گردن جوانای مسلمان هست، تو صف نمازم بعضی موقع با همین صلیب ایستادن. این بهتان است و حضرت عیسی تنها پیامبری است که در آخر الزمان دوباره خداوند او رو زنده می کند. اولین کاری که عیسی می کند بعد از این که زنده می شود برمیگردد، شهاده به اسلام می دهد و پیرو محمد می شود. چون بعد از بعثت دوباره برمیگرده، بر دین محمد شهاده می دهد، اشهد ان لا اله الا الله و اشهد انک رسول الله، و اعلام اسلام می کند. دومین کاری که عیسی می کند، صلیب را در ملأ عام خرد می کند و تو دهنی می زند به کل صلیبی ها که بر من دروغ گفتید و بهتان زدید. صلیب رو خرد می کند و کل جهان صلیبی خرد کردن صلیب را می بینند. زمانی که عیسی نازل می شود دیگه ابزار ارتباطاتی به اوج می رسد. الان ما با همین ماهواره و اینترنت کل دنیا رو مشاهده می کنیم. کل مسیحی ها و صلیبی ها می بینن که چطوری عیسی صلیب خرد می کنه. جزیه رو بر می دارد، همه باید مسلمان بشوند و تا اینکه دجال نازل می شود و دجال دنیا رو به فساد می کشاند، ادعای خداوندی می کند. توسط عیسی در باب لد در فلسطین به قتل می رسد. عیسی در حالی که دوتا دستانش بر دو بال ملائکه است، در منارة البیضای دمشق، در شرقی دمشق اونجا فرود می آید و بعد از مدتی مسیح دجال را در باب لد در فلسطین دستگیر می کند و به قتل می رساند. در بحث علامات قیامت انشاءالله اگر حیاتی باقی ماند صحبت مفصل خواهیم داشت. این دو تا زن بزرگ که دو مرد بزرگ و سومین زن بزرگ خدیجه بود که پذیرفت این جوان 25 ساله را 15 سال قبل از بعثت. 15 سال کفایت دارد. نضج و کمال محمد تو این 15 سال بود. با این زن کامل در دامانش، در جوارش، انیسش بود، مشاورش بود، پدرش بود، مادرش بود، همسرش بود، برادرش بود، فرزندش بود، دوستش بود، مستشارش بود. محمد در چنین سنینی نیاز به زن 15 ساله و 16 ساله نداشت، چون اول دعوت محمد روزهای سخت طاقت فرسایی بوده. اونجا زن 13 ساله و 14 ساله و 10 ساله و 15 ساله کارساز نیست. این رمز این ازدواج رو خوب دقت بکنید. کسی که پدر بزرگش رو از دست داده، عموش رو از دست داده، پدرش رو از دست داده، مادرش رو از دست داده، برادر نداره، خواهر نداره، یتیمه، فقیره، همه رفتن، خودشه، فقط نیاز به زن داره. یه زن 15 ساله و 16 ساله کارسازه، اونم مردی که میخواد اشرف رسول بشه. پس اون نه تنها زن بود که برای عیش و نوش، خدیجه هم جای مادر محمد پر کرد، هم جای پدر محمد پر کرد، هم جای پدر بزرگش و هم جای عموش که سندی و پشتوانه‌ای بود، و هم جای خواهرش و هم جای برادرش، هیچ کدوم نداشت، و هم جای برادرش و هم جای دوست و رفیق و هم یک مدیر و مشاور پخته، یک روانشناس، یک مستشار در امور اقتصادی، در امور تجاری، در امور سیاسی، در امور اجتماعی، در امور تربیتی، یک صاحب نفوذ در جامعه. خدیجه کسی حرفش به زمین نمیزد. فکر نکنی خدیجه یک زن بوده، خدیجه یک شیرزن بوده که قریش رو میچرخونده.
و قریش رو تغذیه میکرده. با عایشه زمانی ازدواج کرد که عایشه 7 ساله بود، 9 ساله دخول صورت گرفت. اون زمان دیگه سن خودش کامل شده بود. اونم نمیشه تهمت زد که اونم برای شهوت 7 ساله 9 ساله، اگر شهوت بود 25 ساله 15 ساله میگرفت. وقتی که سنش به 53 سال رسید با این ازدواج کرد. وقتی که سنش 25 سال بود با 40 ساله ازدواج کرد. حالا متوجه شدید سر این ازدواج با خدیجه 40 سال 25 سال حساس ترین لحظات دعوت قبل از بعثت، چون ارهاصات و مقدمات مبعوث شدنش کم کم قبل از بعثتش، قبل از 40 سالگی محمد صلی الله علیه و سلم رخ میداد. کم کم بوش می آمد، رائحش می آمد که این میخواهد نبی بزرگ بشود و خاتم الانبیا بشود و تاریخ را از نو بنویسد و رخداد آفرین در جهان باشد. چه سعادتی نصیب خودمون شده. به این انتصاب افتخار میکنیم یا نه؟ خدیجه خیلی خدمت کرده، قبول زحمت کرده. خدیجه این مادر دلسوز ما حقشه که اولین لقب ام المؤمنین به او بدن. مادر همه شماست. مادرتون رو میشناسید؟ باور بکنید زنهای هنرپیشه رو بیشتر میشناسن جوانای مسلمان، خواننده ها، هنرپیشه ها، رقاصه ها. مادرتون رو میشناسید؟ خدیجه مؤمنه پشت هر مرد بزرگی یک زن بزرگه. پشت هر مرد بزرگ یک زن بزرگ. پانزده سال در جاهلیت با محمد زندگی کرد. 15 سال در جاهلیت قبل از بعثت. جامعه قریش مملو از شراب و آلودگی بود، عیش و نوش، قمار، ربا، جلسات لهو و لعب. اما خدیجه اهل هیچ برنامه‌ای نبود. در جاهلیت اون 15 سال بزرگترین ناصر و حامی و پشتوانه طهارت و پاکی خودش و کسی که تحت تکفلشه. در اون 15 سال جاهلیت خدیجه کمک محمد کرد بر طهارت زندگیش، دور بودنش از اوثان و بت، خمر، قمار، لغو، لعب، بیهودگی، شهوات و سندی بود. اما در اسلام چه پشتوانه‌ای بود؟ بعد از 15 سال زندگی با هم در جاهلیت و این همه حمایت از همسرش، حمایت خدیجه در اسلام چه بود؟ وقتی که رسول الله صلی الله علیه وسلم اعلام کرد که از جانب الله فرستاده است، عکس العمل خدیجه چه بود؟ در اولین برخورد با وحی پیامبر صلی الله علیه و سلم
در غار حرا، خصوصا در رمضان بعضی موقع 1 ماه اونجا میماند. خدیجه تشخیص داده بود که این مکث و ماندن طولانی در غار حرا در مدت 1 ماه زاد و توشه و آب و آذوقه همین خدیجه میبرد. زن راضی نمی شود مردش از او دور بشود، ولی چون میدونست این مرد حرکاتش این که بزرگ بشود، تشخیص داده بود، در نتیجه زمینه رو فراهم میکرد. مساعدت، مسایرت، همراهی. میدونست که تو این تحنث پناه بردن به غار حرا، غار حرا با مکه با کعبه 5 کیلومتر فاصله داره. از بالای اون غار زمان قدیم که ساختمان‌های مرتفع و بلند نبوده، درست کعبه پیدا بوده. از اونجا کعبه رو مشاهده می‌کرده و شبها هم نگاه‌های طولانی به آسمان می‌کرده. اولین باری که جبرائیل تماس گرفت در غار حرا، ظاهر شد در مقابل محمد، اونو در بغل گرفت، فشار داد. چیزی نمونده بود که دنده هاش به هم فرو بره. چیز جدیدی بود براش. خیلی وحشت کرد. اولین بار بود. بهش گفت اقرأ یا محمد، بخوان. گفت من نمیدونم. رهاش کرد، دوباره گرفتش، فشارش داد، دوباره گفت اقرأ یا محمد، بخوان. ما انا بقارئ. دوباره فشارش داد، گفت اقرأ. این اقرأ یعنی چی؟ که این همه جبرائیل داره تأکید میکنه اقرأ، بخوان، بخوان، بخوان. در خواندن چه برکتی وجود داره، چه خیری وجود داره که اونو میفشاره، بعد میگه بخوان، بخوان، بخوان. ما انا بقارئ. یادم بده چه بخوانم. اقرأ باسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرأ و ربک الاکرم الذي علم بالقلم، علم الانسان ما لم يعلم. هر خوندنی ارزش ندارد. بعضی خوندنها سبب بی ارزشی می شود، سبب بی هویتی می شود، سبب بی تقوایی می شود. تنها خواندنی ارزش دارد و مفید است که بسم رب باشد. تو خوندنهاتون متوجه باشید چی رو باید بخونی. اقرأ باسم ربک. هر خوندنی که با نیت خدایی و بسم رب باشد، اون برکت هست. بعد رهاش کرد. محمد میدوید، از غار آمد پایین، همینجور فریاد میزد زملونی، زملونی، زملونی. خیس عرق شده بود. به نظر شما اگر یه زن 15 ساله بود و یه زن 18 ساله در مقابل این زملونی زملونی میتونست جمع جورش بکنه؟ اما خدیجه خیلی راحت جمعش کرد. عایشه داره روایت میکنه، میگه به جایی رسید این برخورد جبرائیل در اولین برخورد با رسول الله صلی الله علیه و سلم با محمد که اصلا چیزی نمونده بود روحش بالا بیاد، چون چیز جدیدی بود براش. همه جور میدوید، میگفت زملونی، منو در چادر بپیچید، لحافی روی من بندازید. میلرزید تا این که رسید به خانه. آغوش باز بود، اونو در دامانش گرفت، در بغل گرفت، در آغوش گرفت. گفت جریان چیه؟ گفت زملونی، کمکم کنید.
یکی داره میگه به همون که گفتم، هم پدرشه، هم مادرشه، هم همسرشه، هم دوستشه، هم مشاورشه، هم پدر بزرگشه، هم عموشه، هم برادرشه، هم خواهرشه، همه چیزشه. کسی براش نمونده، باید جای همه اینها رو پر بکنه. آرامش داد. حالا صحبت این زن بشنوید چطوری تشخیص داد این چیزی که اونو فشرده. بعد گفته اقرا، این شیطان نبوده، غول نبوده، دیو نبوده، جن نبوده، عفریت نبوده، اون ملک بوده، فرشته نورانی بوده. تشخیصش ما نگاه بکنید، همه جا دنبالش بود. تو بعضی روایات در تاریخ نوشته شده که خدیجه گفت بیا من آزمایش بکنم. گفت هنوز میبیندش؟ گفت هنوز دنبال منه. گفت بیا بشین، معذرت میخوام رو پای راستم. اون خمارش هم رو سرش بود. نشست. گفت هنوز میبیندش؟ گفت میبینمش. گفت بیا بشین اینجا. نشست. گفت میبیندش؟ گفت میبینمش. اون چادرشو انداخت. گفت حالا بیا تو دامانم برشه. گفت حالا میبینیدش؟ گفت نه، رفت. گفت این شیطان نیست، چون الان من دیگه خیلی به تو نزدیک شدم. اگر شیطان بود اینجا تماشا میکرد، بیرون نمیرفت. این چیزی دیگر است. بعد چند تا جمله بهش گفت. این کلمات خدیجه است. وقتی که تو آغوشش گرفت گفت آرام باش. گفت خدا تو رو خوار و ذلیل نمیکنه. به محمد گفت خدا تو رو خوار و ذلیل نمیکنه. در اطمینان کامل به همسرش گفت خدا تو رو خوار و ذلیل نمیکنه. من یقین دارم. کلا والله، قسم یاد کرد به خدا، لا یخزیک الله ابدا، به خدا قسم و سوگند که خدا تو رو ابدا خوار و ذلیل نمیکنه ای محمد صلی الله علیه وسلم. حالا دلیلش چیه؟ کلمات بعدش، انک لتصل الرحم، تو صله ارحام میکنی. خصوصیات خوب محمد رو گفت. کسی که این خصوصیات خوب داره خوار و ذلیل نمیشه. اینا رو دست کم نگیرید. تو صله رحم میکنی. و تحمل الکل، اون کسی که درمانده است، افتاده است، تو کمکش میکنی که سر پا بشه. درماندگان و بیچارگان و تکسب المعدوم، اونهایی که همه چیزشون از دست دادن تو دلشون به دست میاری، ازشون حمایت میکنی. و تصدق الحدیث، تو سخنان هیچ موقع دروغ بر تو ثبت نشده، همیشه صادق بودید. و تقر الضیف، هیچ مهمانی از در خانه تو بر نگشته، تو مهمان نوازی، تو مهمان را گرامی بیدارید. و تعین علی نوائب الدهر، تو بر سختی های روزگار کمک میکنید. اونهایی که دچار مشکل شدن در زندگیشون. همه اوصاف بزرگی محمد رو گفت. اینها اوصافی است که اگر کسی دارا باشه محال است که خوار و ذلیل بشود. محمد آرام گرفت. با این برخورد حکیمانه و عاقلانه و خردمندانه آرام گرفت. اکتفا نکرد، دست همسرش رو گرفت برد پیش یکی از خویشاوندانش که نصرانی شده بود و سرش تو کتابهای آسمانی قدیم بود، تو تورات و انجیل بود، به اسم ورقه ابن نوفل. دست شوهرش رو گرفت برد پیش اون، گفت که این وضعیت همسر منه، همچی چیزی مشاهده کرده. گفت تعریف کن برای من، چی دیدید، چه شنیدید، چه حالتی، چه در اون ارتباطش با تو گفت. مو به مو به ورقه تعریف کرد. ورقه ابن نوفل در حضور خدیجه و رسول الله صلی الله علیه و سلم گفت این شیطان نیست، این همون ناموسی است که بر موسی و عیسی نازل شده بوده.
و آینده شوهر و همسر تو آینده بزرگی خواهد شد. در کتاب‌هایی که من در اونها مطالعه داشتم امید هست که این همون پیغمبر خاتم باشد که نبوتش جهان را و نوری که بر اون نازل شده جهان را تحت شعاع خودش قرار بدهد. اینجا خدیجه فهمید که برگ برنده دستشه. 15 سال پیش حدس میزد که این مرد بزرگه و کاری کرد که از سهم خودش باشه و به دستش آورد و بعد از 15 سال فهمید که این بزرگه با این مسائلی که مشاهده کرده بود. و از بله خدیجه ملاک رحمت بود، پناهگاه محکم و دژ محکمی بود که پیامبر صلی الله علیه و سلم بعد از خداوند به خدیجه پناه می آورد و از او حمایت می کرد. این خدیجه بود، انس رسول الله بود هنگامی که احساس وحشت می کرد از پیرامونش. گنج رسول الله بود هنگامی که احساس می کرد نیاز داره به خزائنی که در اختیارش باشه. امید محمد بود خدیجه هنگامی که از خلق الله مایوس می شد و آرامش محمد بود هنگامی که دچار پریشانی و پراکندگی می شد. از شدت برخورد قریش با این شخص مبارک همه اون خصوصیات خوب در خدیجه بود و همه اون خصوصیات خوب خدیجه برای محمد و دعوت محمد و پیروان محمد بود صلی الله علیه و سلم. اولین زنی بود که به او اسلام آورد، ایمان آورد و اولین کسی بود که با ایمانش به خدای محمد و نبوت محمد آلام و سختی ها و دردها و رنجهای سخت روزهای اول دعوت را بر محمد که همسرش باشد این نبی رحمت سبک می کرد و متاعب و سختی ها و آلام و دردها را با محمد تقسیم می کردن و اونو تقویت می کرد و می فرستاد دوباره برای دعوت. در همه مسائل زندگی همراهش بود. چند جمله دیگر مسائل را به پایان می رسانیم و بحث این بانوی بزرگ رو مختصراً خاتمه میدیم و به امیدی که انشاءالله در جلسات بعدی در آینده بتونیم به الگوهای دیگری چه از مردان و چه از زنان بزرگ بپردازیم تا شاید مشکل گشای خیلی از مشاکل و مسائل جهان اسلام باشد. امام بخاری از ابو هریره روایت می کند که جبرائیل علیه السلام نزد پیامبر صلی الله علیه و سلم آمد و گفت یا رسول الله، این خدیجه رو می بینید؟ ظرفی دست اوست که در اون ظرف طعامی هست. اگر آمد خدیجه پیش تو ای محمد، ای رسول الله، جبرائیل به رسول الله میگه این خدیجه را میبینید؟ ظرفی در دست اوست، دستان اوست که مملو از طعام است. اگر خدیجه نزد تو آمد فقرا، این جمله رو گوش بدید، فقرا علیها السلام من ربها و منی. جبرائیل میگه اگه خدیجه آمد نزد تو سلامو به او برسان از جانب ربش. الله و رب سلام خدیجه را رسانده، بهش ابلاغ کن و سلام مرا. جبرائیل میگه و بشرها به بیت فی الجنة من قصب لا صخب فیه ولا نصب. و بعد بشارت بده خدیجه ام المؤمنین به قصری در بهشت که اون قصر از قصبه، از در گرانبها ساخته شده، از لؤلؤ ساخته شده و در اون قصر نه فریادهای بلند و سر و صدا و هیاهوست و نه خستگی و افسردگی. مفسرین این حدیث میگویند
چرا جبرئیل گفت در اون قصر نه فریاد و صداهای بلند نفرت آور و طاقت فرسا، نه افسردگی؟ میگن علتش چون که خدیجه نه در 15 سال قبل از اسلام و نه در چند سال بعد از اسلام هیچ موقع صداشو بر محمد بلند نکرد، هیچ موقع صداشو بر اون حضرت صلی الله علیه وسلم بلند نکرد. چقدر ادب رعایت میکرده. زنی با این عظمتش و این موقعیتش احترام و ادب رو به جا می آورد. اینم بشارت جبرئیل، زنی شایسته میشه که خدا بر او سلام بفرستد و جبرئیل بر او سلام بفرستد و در طول زندگیش هیچ اذیت و آزاری به رسول الله صلی الله علیه و سلم نرسوند، بلکه همش حمایت بود 100%. آخرین عنوان در این مبحث وفات و وفا، وفات و رحلت این زن بزرگ و وفا از جانب شوهر بعد از وفات. وفات و وفا. در سال 10 بعد از بعثت، یعنی 15 سال قبل از بعثت، 10 سال بعد از بعثت، سال سختی بود. در اون سال پیامبر صلی الله علیه وسلم 2 سند و بازو رو از دست داد که این 2 سند و بازو و پشتوانه در جزیره العرب و در مکه حامی آن حضرت بودند و مانع اذیت و آزار قریش، سر بودند و وزنی بودند در جامعه قریش که این 2 نفر زنده بودن قریش اذیت و آزارش کم بود، جرأت نمی‌کردند تعرض بکنن، گرچه سخت می‌گذشت ولی این 2 نفر واقعا وزنی بودند. 3 سال قبل از هجرت پیامبر صلی الله علیه و سلم خداوند این 2 پشتوانه را از رسول الله صلی الله علیه و سلم گرفت. دیگه اون محمد سر پا بود، دیگه طوری تجربه و یقین و پخته بود که استقامت براش حاصل شده بود. همسر عزیز و انیسش و رفیقش و خیرخواهش و هر چی که بگیم به رحمت خدا رفت. واقعا وزیری بود، وزیر صدقی بود بر اسلام خدیجه. و قبل از رحلت خدیجه و وفات خدیجه، ابو طالب عموی پیامبر که این همه حمایت کرد اما افتخار اسلام رو پیدا نکرد. از دیدگاه اهل سنت ابو طالب افتخار اسلام رو پیدا نکرد اما افتخار حمایت از رسول الله رو پیدا کرد صلی الله علیه وسلم و شاهد بعثت قبل از بعثت و بعثت بود و میدونست که این شخص بزرگیه، اما اصرار زیادی که رسول الله صلی الله علیه وسلم برای ایمان و اسلام عموش داشت که جبران خدماتش بشه و سندی باشه در آخرت که بتونه ازش حمایت بکنه. در بیماری که ابو طالب در اون واقع شده بود، رسول الله صلی الله علیه وسلم در بالای سر عمویش ایستاده بود و میگفت یا ای عم، یک جمله بگو تا من بتونم از تو حمایت بکنم و خاتمه به خیر بشی، این همه خدمت کردی. و صنادید قریش هم اونجا ایستاده بودن، بزرگان قریش چشمی به چشم اونها مینداخت، اونها میگفتن مرد بزرگ قریش، ابو طالب، تو شخص کمی نبودید، مبادا از دین آبا و اجدادت برگردی و ننگی و آری بر تو بماند در طول تاریخ. و از اون طرف رسول الله صلی الله علیه و سلم دلسوزی میکرد و آخر
شرم و حیایی در قالب تکبر یا تکبری در قالب شرم و حیا مانع شد که ابو طالب شهادتین را بگوید و آخرین جمله‌ای که گفت اموت علی دین اجدادی و آبایی، بر دین آبا و اجدادم میمیرم. بعضی موقع شرم و حیا مانع ایمان می شود و بعضی موقع شرم و حیا نوعی از تکبر و خودخواهی است. پیامبر خیلی اندوهگین شد، خداوند پیامبرش را توبیخ کرد و این آیه در این مورد نازل کرد انک لا تهدی من احببت ولکن الله یهدی من یشاء. هدایت توفیقی دست منه، هدایت ارشاد و راهنمایی دست توست، تو وظیفتو انجام دادید، بیشتر دیگه شما دخالت نکنید، اونجا دیگه حد و حدود منه. پس هدایت باید توفیق خداوند باشد. در اون سالی که خدیجه و ابو طالب هر دو با هم فوت کردن، در سال 10 بعثت، پیامبر اندوهگین شدن، 2 سند رو از دست دادن و اون سال معروف شد به عام الحزن، سال حزن و اندوه. از بس که سخت گذشت برای رسول الله صلی الله علیه وسلم معروف شد در تاریخ به عام الحزن. اگر شنیدید عام الحزن چه سالی است، چه عامی است، در سالی که این 2 بزرگوار رحلت نمودن و فشار آمد به رسول الله صلی الله علیه وسلم، اون عام یا اون سال را عام الحزن معرفی کردن. خدیجه رحلت نمود، اما خاطرات خدیجه هیچ موقع به پایان نرسید و همیشه زندگی رسول الله را بعد از خدیجه تقویت می‌کرد. این وفات بود، اما وفا از جانب پیامبر صلی الله علیه وسلم به همسرش. یکی از راه‌هایی که انسان میتونه به پدر و مادرش بعد از حیاتشون که مردن رفتن احسان بکنه، احسان به دوستان زنده پدر و مادرش. یعنی سوال بکنی کدوم یکی از دوستان قدیمی پدر و مادر در حیاتن، بری اکرام اونها، احترام اونها، احوال پرسیشون، خدماتشون، مشکلی دارن مشکلشون رو حل بکنید، اونها راضی بشن، دعای خیرت بکنن، خدا رحمت بکنه، پدرت خیلی با ما دوست بود و خیلی هوای ما را داشت، فرزندم مثل پدره، و این روح پدر در قبر شاد می شود. وفاتون و وفا. از بس که خدیجه خدمات داده بود و ایثارگری کرده بود و صادق بود و حمایت کرده بود، خاطرات نیک زندگی 25 سال مونده بود و پیامبر به نحوی میخواست این را جبران بکند و دنبال خویشاوندان خدیجه بعد از حیات خدیجه و دوستان خدیجه و اونها را تفقد میکرد، احوال پرسی میکرد، مشکلاتشون رو حل میکرد. عایشه میگوید، عایشه عزیزترین همسران پیامبر بعد از خدیجه هست، اما عایشه روایت میکند عایشه بعضی موقع غیرتش گل میکرد وقتی که رسول الله صلی الله علیه وسلم اسم خدیجه رو میبرد، چون خودش رو عزیز میدونست. این جمله شنیدنیه، بشنوید. عایشه حتی غیرتش با وجودی که خدیجه در قبر بود گل میکرد بعضی موقع. میگه رسول الله صلی الله خدیجه عایشه میگه رضی الله عنها، رسول الله صلی الله علیه وسلم همیشه هر لحظه، اگه یه لحظه نمیگفت لحظه بعدش میگفت، اسم خدیجه رو همه طرف می آورد تو برنامهش، تو سخنانش، و همیشه ثناگوی خدیجه بود، او رو به نیکی یاد میکرد، ثنا میگفت. میگه تا یکی از روزها خیلی درباره فضائل خدیجه جلو من صحبت کرد، به من فشار آمد، او غیرت زنانه گل کرد، خدیجه رحلت نموده. بعد من بهش گفتم که آیا یک پیرزنی بیش بود خداوند بهتر از اون به تو داده؟ منظورش خودش، این تکبر نیست، این غیرت زنانه است. میگه آیا اون پیرزنی بیش بود که خدا بهتر از اون به تو داده و عزیزتر از اون به تو داده؟
عایشه خودش میگه به مجردی که از دهانم در رفت این جمله، دیدم که رنگ روی پیامبر پرید، اصلا یک پارچه سرخ شد، رگای گردنش ورم کرد، چشمش خون شد، عصبانی شد که تو پیشونیش اینطوری به هم کشید، اصلا موی جلو پیشونیش اینجا اصلا سیخ شد اینطوری. خودش داره میگه، عایشه داره میگه